بسم الله الرحمن الرحیم. با امید پروردگار امروز میخوایم داستان صحابی از پیامبر رو از انصار مدینه با هم بخونیم. شخصیتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون میگه که فرشتگان آمده بودند تا تلاوت قرآن تو رو بشنوند. این صحابی بزرگوار کسی نیست جز اسید ابن حضیر. زمانی که جوان دعوتگر و شاگرد پیامبر مصعب ابن عمیر به مدینه رفت، به اصطلاحاً اون موقع قبل از که پیامبر بره بهش میگفتن یثرب، به یثرب رفته بود. در اولین گروهی که رفتن با پیامبر به مکه قبل از هجرت، یک سال قبل از هجرت، پیامبر مصعب ابن عمیر رو همونجوری گفتیم ما عبدالله ابن ام مکتوم رو فرستاد به مدینه النبی که همون یثرب باشه تا مردم رو به سوی اسلام دعوت بکنه. و این اولین حرکت دعوت اسلامی است که از مکه به سوی مدینه ارسال میشه یا به سوی یثرب هست. داستان خیلی جالب هست. من بخوام این داستان رو الان خدمتتون نقل بکنم. دیدنیه که ما میخوایم ماجرا رو بگیم، شما ببینید چگونه اتفاق افتاده. وقتی که مصعب بن عمیر اومد وارد مدینه یا یثرب شد، رفت در خانه یا منطقه قبیله اسعد ابن زراره، یکی از بزرگان و اشراف قبیله خزرج. چیکار شد؟ جا گرفت و خونه اون رو کرده بود محل دعوت و مردم می اومدند و اونها رو دعوت میکرد به اسلام، حقیقت اسلام رو برای اونها نشون میداد و بشارت میداد به اینکه محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم از جانب الله فرستاده شده تا بشریت رو از گمراهی نجات بده، از شرک و خرافات نجات بده، از ظلم و ستم و بد اخلاقی نجات بده، از فساد و فحشا نجات بده و از این گونه موارد رو داشت در تبلیغ میکرد و جوانان مدینه گروه گروه می اومدن پیش این جوان، بالاخره با اینها ارتباط داشت و خیلی تحت تأثیر قرار می گرفتن، چرا که می دیدن حقیقت این دین رو، حقیقت این دعوت رو و دلایل این اسلام رو که چقدر واضح و صریح پروردگار با بنده هاش صحبت میکنه و تأثیر هدایت و این نور براشون روشن بود، تأثیر این صداقت گفتار روشن بود که در این هیچ گونه شرک نیست، خرافات نیست، ظلم نیست، فساد نیست، تباهی نیست، هر چه هست عدالت و برابری و محبت و بندگی در برابر یک خالق واقعی، نه این همه خرافات و بت‌ها و اوهامی که بهشون مبتلا بودن. و این آیات قرآن رو میخون برای اونها و با اون صدای خودش مصعب ابن عمیر و اینها تحت تاثیر این قرار میگرفتن و قلبهاشون هدایت میشد و اشکاشون سرازیر میشد، چون حقیقت رو میفهمیدن. امروز هم ما در دنیا میبینیم وقتی که در غرب، در شرق، ژاپن، این ور اون ور کسانی با حقیقت اسلام آشنا میشن، یک دفعه میبینی تحمل نمیکنن، اشکاشون سرازیر میشه، چرا که این یک حقیقتی که انسان رو جدا میکنه از جاهلیت، از فساد، از تباهی، از دروغ، از ظلم. متاسفانه خیلی ها سعی میکنن اسلام رو بد جلوه بدن، به ویژه وقتی که اسلام رو در جلوه این حکومت‌های دروغین که در دنیا شکل دادن سعی کردن چهره بدی رو از اسلام به دنیا نشون بدن. اما وقتی که بشریت یا آدم‌ها میبینن حقیقت اسلام رو، همین اتفاقی میفته که الان گفتم در مورد مصعب ابن عمیر رو مردم در مدینه هست اتفاق میفته. در هر صورت آره، تا اینکه یه روز اسعد ابن زراره، همین شخصی که بالاخره مصعب ابن عمیر در خونه اون جای گرفته بود، مهمان خودش مصعب ابن عمیر رو برداشت تا برن با افرادی بالاخره از قبیله بنی عبد اشهل ملاقات بکنن تا این اسلام رو به اونها عرضه کنه. وارد باغ اون قبیله این شخصی بود به نام بنی عبد اشهل، تو باغشون وارد شدند و بالاخره در کنار چاهی اونجا، تو مدینه میدونید که خیلی خوش آب و هواست، دارای چاه‌ها و نخلستان‌های خیلی زیبایی هست، کنار اون زیر سایه نخل بودند و در کنار این چاه آب شیرین و جماعتی از مردم اومده بودند و گوش می‌کردن قرآن رو و تحت تأثیر سخنان این گروه زیادی متأثر شدن و مسلمان شدن و همه مردم گوش می‌کردن این حرف‌ها رو و تحت تأثیر این شرایط حقیقت رو می‌فهمیدن. شرایط خیلی جالب بود و این به گونه‌ای بود که تونست همه رو متأثر از خودش بکنه. اما داستان به همینجا تموم نمیشه. خبر به اسید بن حضیر رسید. اسید بن حضیر که قهرمان داستان امروز ما هست و سعد بن معاذ هم باهاش بود که اینا دوتا از بزرگان قبیله اوس بودن.
خب مصعب ابن عمیر در قبیله خزرج جایی تو خبر به اینها رسید. خب اینا از بزرگان قبیله اوس بودن که بله این دعوتگری که از مکه اومده الان اومده نزدیک محله شما و بالاخره داره با کمال جسارت و اینها دعوت میکنه مردم رو و دارن مردم دسته دسته به طرفش میاند و این کار داره خیلی اوضاع خراب میشه. اگه این ادامه پیدا بکنه کل ما قبیله رو دست میدیم، فتنه میشه. و سعد بن معاذ دیگه رو به اسید بن حضیر کرد، گفت وای بر ما چه اتفاقی افتاده، این چه وضعیتی، بریم ببینیم این جوون که از مکه اومده چی داره میگه. این داره تمام طایفه و فامیل ما رو خراب میکنه و اینا دارن به اله خدایان ما، به بت‌های ما توهین میکنن، اینها واسطه های ما پیش خدا هستن، اینها آبرو دارن، اینها چه وضعیتی داره، اینها دارن ما رو متهم میکنن به بی‌عقلی که ما داریم اینها رو واسطه کردیم، نه ما دارای خرد هستیم. و با یک چنین اندیشه، با یک چنین فکری بریم ببینیم چی شده این روز شهر و منطقه ما رو اینها تصرف کردن. و بالاخره اینها میگن گفت بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. رفتند و گفتن که اگر این در بالاخره بهمانی اسعد بن زراره باشه خب مشکل هست، ما نمیتونیم که بریم الان باش برخورد بکنیم، اما بریم صحبت بکنیم. اما در این حال اسید شمشیر خودش رو برداشت به طرف اون باب حرکت کردن. اسعد بن زراره وقتی دید که داره این میاد رو به مصعب کرد، گفت مصعب مواظب باش، این بزرگ قوم هست، از نظر عقل از همه عاقل‌تر هست و همه بهش توجه میکنن، دارای کمالات فراوانی هم هست. این اسید ابن حضیر، برخوردت خیلی مواظب باشه با این چگونه برخورد میکنی. اگر این اسلام رو پذیرفت، گروه بسیاری در این قبیله اسلام رو خواهند پذیرفت و بدون که این سبب خیر و برکت خواهد شد. اسید ابن حضیر در برابر جمع ایستاد و رو به مصعب کرد و رو به کسی که همراهش بود و همون بالاخره این گفت که چی شده شما به این سرزمین ما اومدی؟ گفتم که عبدالله ابن مکتوم بود. چی شده شما به این سرزمین اومدی؟ چه چیزی شما رو فریب داده که اومدید ضعیف‌های ما رو دارید منحرف می‌کنید، جوانان ما رو دارید منحرف می‌کنید، از این محله ما برید و ما رو به حال خودمون بذارید؟ این چه رفتاریه که شما دارید؟ مصعب ابن عمیر رو به اسید کرد با چهره آرام، کاملا مطمئن، با لبی خندان، با نگاهی دلسوزانه و با لهجه و کلماتی بسیار نرم و بالاخره سراسر از محبت و صداقت رو بهش کرد. گفت نگاه کن، تو سرور بزرگ این قومی، بیا بنشین. اگر در این سخن خیر بود که خیر بود، اگه خیر نبود ما میریم از اینجا. بیا حداقل بنشین با هم صحبت بکنیم، ببینیم ما چی میگیم. بشین اینجا حرفای ما رو گوش کن. اگر خب قبول کردی که قبول کردی، اگرم قبول نکردی ما از این محله شما میریم تا براتون ناراحتی پیش نیاد. ما دنبال این که براتون دردسری پیش بیاد نیستیم. اسید گفت راست میگی، حرف تو حرف منصفانه ای. خب آدم عاقلی بود، حرف تو حرف منصفانه ایه. خب من گوش میکنم. این حرف هیچ مسئله ای نیستش. این بود که اون نیزه هم با خودش همراه داشت، نیزه رو در زمین فرو کرد و روی زمین نشست. بزرگ قوم بود دیگه. مصعب شروع کرد حقیقت اسلام رو برای این مصعب ابن عمیر تعریف کردن و آیاتی از قرآن رو براش تلاوت کردن. همین که این آیات قرآن رو میخوند، اینها آدمای آگاهی بودن، آدمای ناآگاه و متعصب و نادانی که نبودن. این حقیقت ها رو دیدن، این آیات رو دید، این چهرش باز شد، رگهاش گشاده شد و احساسش شادابی کرد و گفت چقدر زیباست اون چی که تو میگی، چقدر بلند مرتبه است این کلمات و این جملات. و شما چی کار کنم که من بخوام این آیین شما رو بپذیرم؟ این واقعا خیلی متفاوت است در اون چیزی که تا به حال من شنیده بودم. و کاملا این آیات بر درون دلش اثر کرد. مصعب ابن عمیر بهش گفت خب برو غسل بکن، لباساتو پاک بکن، چرا که در این آیین پاک دامنی و پاک لباسی اساس کار هست و باید شهادت بدی به این که هیچ معبودی، هیچ شفا دهنده‌ای، هیچ روزی دهنده‌ای جز الله وجود نداره، واسطه هایی هم وجود ندارن، واسطه های دروغین، و اینکه محمد بنده خداست، بنده اون اللهه و فرستاده اون هست. و بالاخره حالا 2 رکعت هم نماز بخونی و بهش یاد داد چی به چیه. از اون روز به بعد اسید ابن حضیر وارد این جمع مسلمانان شد، قهرمانی از قهرمانان عرب که مورد توجه همه عرب بود و بزرگ و سرور قبیله اوس بود، جز عناصر معدودی که در اون قبیله اوس بود. این دیگه مسلمان شده بود. خب قوم اون که میفهمیدن
که این اسید بن حضیر چه انسان عاقلی هست، چه انسان فهمیده ای هست. میدونستن کاری رو بی جهت انجام نمیده و میدونستن که این شمشیر و قلمش رو بد به کار نمیگیره، همیشه در جای خودش به کار میگیره و از طرف این سوارکار بود، از طرف این ظرافت‌های بسیار ویژه‌ای داشت در این کاری که باید انجام میداد. همه خیرخواهی بود و سواد داشت، اهل نوشتن بود و بسیار موارد دیگری. و این اسلام اسید بن حضیر سبب شد که سعد بن معاذ هم مسلمان بشه و این دو نفر به دنبالش جمع کثیری از قبیله اوس مسلمان شدند، تا اینکه بالاخره در سال بعد ما شاهد این بودیم که جمعی کثیری از قبیله اوس و خزرج رفتن با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردند و زمینه هجرت پیامبر رو به مدینه فراهم کردند. از لحظه‌ای که اسید بن حضیر ایمان آورد یک اتفاقی افتاد، رابطه اون با قرآن. داستان رو داشته باشید چون زمان وقت ما گذشته. در جلسه بعد من میتونم ان شاءالله ادامه این داستان رو خدمت شما ارائه بدم.